حتی موبایلم نداری. عیب نداره، برو از یکی بگی ببین. همه اینا زیر سر توه مگه نه؟ میکشمت، اونقدر میزنمت تا بمیری. به اندازه کافی از تو من خورده است. خودم میکشمت. عوضی من تو رو میکشم. همه دیدن تهدیدم کردی، کاری میکنم از مدرسه اخراجت کنم. برو عقب افتاده، هر غلطی میخوای بکنی بکن، من از تو نمیترسم. موبایلم باید یه دونه برام بخری. نمیدونم چی کار میکنی تا پولشو در بیاری، ولی باید عینشو برام بخری. چی کار میخوای بکنم ها؟ چی کار کنم؟ مگه من مثل شما خرابم آخه؟ منو نگاه کن. مارال خانم تو هم حواستو جمع کن، تلافی این کارو سرت در میارم. مسعودی خانم، شما به خاطر فقر ایلول نسپردین پانسیون، درسته؟ به خاطر یه مسئله دیگه این کارو کردین. فکر میکنم به شوهرتون مربوط میشه. شوهرم تحت تعقیب پلیس، خیلی وقت ندیدمش. ایلول تو مدرسه میگفت من اونو نکشتم. به نظرتون منظورش چی بود؟ حتما اشتباه شنیدی. من از چیزی که شنیدم مطمئنم خانم. ببینین، اگه بین ایلول و همسرتون مشکلی هست، ما برای کمک به ایلول باید همه چی رو بدونیم مسعود خانم. دخترتون داره با یه ترس بزرگ زندگی میکنه. کسی اون بالاست؟ بشراست. لطفاً از اینجا برید. مشکلی بین ایلول و شوهرم وجود نداره. مسعود خانم ببین، برید. باید به بچم شیر بدم. عکسی که اونجا دیدم عکس ناپدری ایلول بود. کسی که دیشب تو کوچه دیدم هم همون بود. صورتش پانسمان شده بود ولی شناختم. پس اومده بود تو خونه؟ خب آخه چرا؟ نکنه همون چیزی باشه که من فکر میکنم. خدای من، خیلی وحشتناکه توبراک. پس اون بچه تویی؟ آره؟ آره. شما اون موقع کسی رو ندیدین؟ تو رو خدا بیشتر فکر کنه، این موضوع خیلی برام مهمه. نه دخترم، اگر بود همون موقع میگفتم. ممنون به خاطر اینکه وقت گذاشتی. خواهش میکنم. من خیلی بچه زشتی بودم، انقدر زشت که کسی دوستم نداشته باشه. نه دخترم، این چه حرفیه؟ مثل قرص ماه بودی. خدا بدونی که خانواده چه مشکلی داشتن که مجبور شدن تو رو رها کنن. خیلی ممنون.
هنوز براش شناسنامه نگرفتم. منتظر موندم تا تو بیای براش اسم انتخاب کنی. اسمشو میذاریم متین. اسم عموی خدا بیامرزم بود. من دیگه نمیتونم بیام اینجا، خیلی خطرناکه. بهت زنگ میزنم بیرون میبینمت. کمال تا کی باید این وضع ادامه داشته باشه؟ کی بیگناهیت ثابت میشه؟ تا وقتی یابوس حرفشو پس بگیره وضع همین جوری عزیزم. بشرا، من تو رو خیلی دوست دارم عمو جون، میدونی که. ببین، به کسی نگو من اومدم اینجا. باشه؟ این یه راز بین من و تو. باشه. بشرا چیزه آخه من به آبجی گفتم، اشکالی نداره دیگه مگه نه؟ خدا لعنتش کنه، بدبخت شدم. اون دختر پستت حتما به پلیس خبر داده. نگو، این حرف زشته. اگه بگی کمال اینجا بوده تیکه تیکت میکنم، فهمیدی؟ آره. یکی بهمون خبر داده شوهرتون اومده اینجا. نه نیومده. بس باید خونتون رو بگردیم. بیاین تو. برو اون طرف. ساغر چی شده؟ همه این زنایی که از اینجا رد میشن میتونن مادر من باشن مگه نه؟ چی؟ همه اون مردا هم میتونن بابام باشن. یکی از اونا سالها پیش منو بین کیسه های آرد ول کرده و رفته، ولی کدومشون؟ تو مادرمی؟ بگو ببینم تو مادر منی؟ چی میگی دخترم؟ ساغر تو رو خدا ببخشید.